دوستان سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز جلسه 8 و جلسه آخر دوره آموزش مزاجشناسی ماست. امیدوارم که 7 جلسه قبلی هم براتون مفید واقع شده باشه. از نکاتی که خدمتتون ارائه شد بتونید استفاده بکنید و بهره مند بشید. در جلسه گذشته، جلسه 7 ما راجع به خصوصیات اخلاقی و رفتاری انواع مزاج‌ها صحبت کردیم و اونها رو مورد بررسی قرار دادیم. در جلسه 8 هم می‌خوایم راجع به بیماری‌ها و نحوه درمان هر کدوم از مزاج‌ها نکاتی رو خدمت شما ارائه بکنیم. امیدوارم که از این جلسه هم بتونید استفاده بکنید. اگر مایل هستید بریم جلسه رو با هم شروع بکنیم. بسیار خوب، جلسه 8 رو شروع می‌کنیم با عنوان بیماری‌ها و درمان در مزاج‌های مختلف. نکاتی که می‌خوایم خدمت شما ارائه بکنیم بر اساس این موضوع هستش که زمانی که یک خلط یا حالا یک مزاج در بدن غلبه میکنه یا اصطلاحاً از حد مجاز خودش خارج میشه، چه مشکلاتی به وجود میاد و برای که اونو بتونیم به تعدیل بکنیم و به حد نصاب برسونیم که متعادل باشه سیستم بدنی ما، باید چه کارهایی رو انجام بدیم. این نکات میخواد خدمت شما ارائه بشه. از بیماری‌های غلبه صفرا میخوایم شروع بکنیم. با من همراه باشید. همونطور که قبلا خدمتتون عنوان کردیم، افراد صفراوی دارای قدی بلند و اندامی باریک هستند، به طوری که نمیشه اونها رو چاق کرد. اما با شروع سن سردی، در صورتی که صفرا کاهش پیدا بکنه، بلغم افزایش پیدا میکنه. یعنی فرد صفراوی مزاجش سرد بشه. ابتدا اندامهای میانی، شکم، باسن چاق میشه. در حقیقت هیکل افراد صفراوی شبیه گلابی میشه و میان تنه و پایین تنه پری پیدا میکنن. ساق پا در این افراد باریکه، اما در صورتی که گوشتالود بشه نشونه تجمع بلغم هست و مشخص میشه که مزاج این افراد تغییر کرده. اما با افزایش بیش از حد صفرا در بدن چه بیماری های شکل میگیره و چه مشکلاتی برای این افراد به وجود میاد؟ چند موردش رو با هم بررسی بکنیم. مورد اول، سردرد از نوع صفراوی است. سردرد نوع صفراوی اولین جایی که درگیر میکنه جلوی سر و قسمت پیشانیه که همراه با تار شدن چشم و حالت تهوع. و این نکته در نظر داشته باشید که اولین جایی که صفرا در اون خودشو نشون میده و بروز میکنه در حالتی که غلبه پیدا میکنه قسمت سر هستش. نکته دومی که براشون پیش میاد، مشکل دوم، استفراغ‌های صفراوی است. مورد سوم، دل به هم خوردگی. مورد چهارم، اسهال‌های صفراوی. مورد پنجم، تلخ شدن دهان به خصوص صبح زود. خارش شدید بدن، ایجاد اگزما، ایجاد آکنه یا همون جوش‌های نوک‌تیز. تاول‌های زیرپوستی در دست و پا مثل زرده تخم مرغ میشه. رنگ پوست و رنگ سفیدی چشم متمایل به زرد میشه. حالت سوزنده در بدن دارن، احساس میکنن که بدنشون سوزن میشه. مورمور شدن بدن، یعنی احساس میکنن که یک حالت مورچه‌ای توی بدن داره حرکت میکنه و خارش براشون به وجود میاد. ریزش زیاد موی سر، مخصوصا توی قسمت جلو و پیشانی اتفاق میفته. حرکات تنفسی تند به خاطر افزایش گرما در بدن. بی‌اشتهایی شدید به خاطر گرمی و خشکی زیاد معده. زبان زبر و خشک میشه. آتش زیاد و خشک شدن و ترک خوردن لب‌ها از دیگر مسائلی است که برای افراد صفراوی به وجود میاد. بروز بیماری‌های کبد، سنگ کیسه صفرا، اخلاق تند و شدید، عصبانیت‌های زیاد، ایجاد خشکی در مغز که از اوج صفرا به وجود میاد و بیماری‌های مختلفی ایجاد میکنه مثل شیزوفرنی، اسکیزوفرنی و خیال پردازی. تیزبینی چشم، سوختن نطفه و ایجاد نازایی به خاطر صفرا و گرمای زیادی که به وجود میاد. گرم شدن اندام‌های فوقانی و سرد شدن اندام‌های تحتانی. کاهش سطح رطوبت ادراری. عرق بدبو، دلشوره و بیقراری میتونیم بگیم از جمله بیماری‌هایی است که در زمانی که صفرا بیش از حد مجاز میشه برای افراد دارای مزاج صفراوی اتفاق میفته. در قسمت بعدی میخوایم راجع به درمان غلبه صفرا صحبت بکنیم. درمان غلبه صفرا، رژیم غذایی مناسب برای صفراوی ها، افرادی که دارای مزاج گرم و خشک هستند، غذاهایی که سرد و تر باشند.
افراد صفراوی غالبا در اثر حجامت مزاجشون متعادل میشه و رنگ و روشون به مراتب روشن‌تر از قبل میشه. اشتهاشون با حجامت افزایش پیدا میکنه و اگر حجامت تکرار بشه چندین بار باعث چاقی و فربه شدن این افراد میشه. نمونه ای از رژیم غذایی مناسب برای افراد صفراوی شامل یک سری نکات تغذیه میشه که خدمتتون اعلام میکنم. میوه و سبزی های تازه مثل سیب، شاتوت، خیار، گیلاس، آلو، شفتالو، گوجه سبز، گلابی، برگ هلو، زردآلو، مرکبات، سبزی‌های گشنیز، خرفه، کاهو همگی برای دفع صفرا بسیار مفیدند. بعضهای ملیم مثل قدومه شیرازی، بارهنگ، تخم ریحان، تخم مرو، بالنگو، اسفرزه، خاک شیر و موارد مختلف دیگه مثل ترنجبین، شیر خشت، اینا هم جز مواردیه که بسیار کمک میکنه به کاهش صفرای زیاد. سرکه انگبین، آب انار، آب آلبالو، آب هندوانه، آب لیمو، آب قوره و عرق کاسنی و شاهتر هم جز نوشیدنی هایی هستن که برای افراد صفراوی مناسبن. تمر هندی، روغن زیتون، سوپ جو، پاچه گوسفند، بامیه، ماش، نان جو، اسفناج و کدوی خورشتی هم جز مواردی است که میتونن توی تغذیهشون استفاده بکنن. براشون بسیار مناسبه و به تعدیل مزاجشون کمک میکنه. برسیم به بیماری های غلبه مزاج دم. مواردی هستش که میخوایم با هم بررسیشون بکنیم. از سردرد شروع بکنیم. افراد دموی هم وقتی مزاجشون غلبه بکنه ممکن دچار سردرد بشن و این بیشتر در قسمت گیجگاه اتفاق میفته و حالت سنگینی سر براشون به وجود میاد. جوش های سرسیاه در پوست و بدن و صورت و کتف میزنن. آکنه در پوست گونه و چونه، شانه، سینه، کتفشون به وجود میاد. دمل‌های چرکی میزنن در بدن، مخصوصا توی قسمت کتف و زیر بغل دچار دمل میشن. رنگشون گلگون میشه، پوستشون قرمز میشه، ریزش مو پیدا میکنن بیشتر از پشت سر، به طوری که فرق سر مشخص میشه و از اون قسمت بیشتر ریزش اتفاق میفته. فشار خونشون میره بالا، کلسترول پیدا میکنن و یکی از علتهای کلسترولش هم اینه که پرخوری و درهمخوری زیاد دارن افراد دموی. استعداد بیماری‌های گوارشی هم دارن، باز به همین موردی که گفتیم پرخوری و درهمخوری دارن. انسداد عروق کرونر قلبی و گرفتگی عروق براشون ممکنه پیش بیاد. خونریزی از بینی، خونریزی از لثه، از مقعد، احساس سنگینی در بدن، فشار زیاد پشت چشم. استعداد روماتیسم هم دارن، به خاطری که رطوبت بدنشون میره بالا ممکنه دچار روماتیسم بشن. افزایش دم در مغز باعث بیماری‌های روانی هم میشه، مثل حالا مالیخولیا میشه که با حالت خنده زیاد و خنده های عجیب اتفاق میفته براشون. جنون آنی ممکنه بهشون دست بده و کارهای غیر عادی انجام بدن. اینها من باز بگم در صورتیه که خیلی میزان غلبه دم شدید باشه و فرد دیگه اون کنترل نکنه و به حالا این بیماری ها ممکنه که دچار بشه. اما برای همه این نیستش که هر کسی که غلبه مزاج دم پیدا بکنه همه این بیماری ها رو بگیره. اینا مستعد رسیدن به این نقطه هستن، به عنوان یک شرایط در نظر داشته باشید. ممکنه دچار حواس پرتی و کندفهمی بشن و خستگی زیاد رو توی بدنشون احساس بکنن. این نکاتی بود که ممکنه این افراد درگیرش بشن، با هم بررسیشون کردیم. حالا در خصوص درمانش هم صحبت میکنیم. درمان غلبه دم به این شکلی که معمولا بیماری‌های افراد دموی در اثر افزایش حرارت و رطوبت بدن و افزایش خود خون به وجود میاد که حجامت به عنوان مؤثرترین درمان برای افراد دموی مزاج مطرح شده. به علت اینکه دم گرم و تره، رژیم غذایی مناسب برای دموی ها مواد غذایی هستن که طبع سرد و خشکی دارن، مثل بادمجان، عدس که طبعشون سرد و خشکه. افراد دموی بایستی که غذاهای خنک و سردی مثل آش انار، آش آلو، آب زرشک، خیار، مرکبات، ماست و موارد اینچنینی مصرف بکنن تا حرارت بدن اونها کاهش پیدا بکنه. در صورتی که فرد دموی همراه با غذا
غذاهایی که طبع گرم دارن مثل شیرینیجات از مواد و غذاهای سرد استفاده نکنه، برای که حالا متعادل بکنه از لحاظ مزاجی طبع اون غذایی که استفاده میکنه، ممکنه که دچار جوش، خارش بدن، گرگرفتگی، بیقراری، کهیر، سوزش ادرار، سوزش سر دل و آفت دهان بشه. پس خوبه که افراد دموی در کنار مواد غذایی طبع گرمشون از مصلحاتی که مثل حالا طبیعت سرد دارن استفاده بکنن تا حرارت بدنشون رو کاهش بده. درمان افراد دموی جهاد متعادل شدن مزاجشون، حالا مواردی هستش که نکاتش خدمتون عرض میکنم. اول از همه باید پرخوریشون رو ترک بکنن. نکته دوم، باید پیاده روی، شنا و کوهپیمایی رو جز برنامه هاشون قرار بدن. ارتباطشون با افراد مختلف و حضور در جمع‌های مختلف به افراد دموی کمک میکنه، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ تخلیه انرژی براشون مناسبه. حجامت 3 مرتبه باید در سال داشته باشن که بهتره در فصل بهار 2 مرتبه و در فصل پاییز 1 مرتبه انجام بشه. تخلیه متعارف جنسی باید داشته باشن، یعنی رابطه جنسی منظمی باید داشته باشن تا دچار مسئله نشن. خواب قیلوله یا خواب ظهر کوتاه مدت در حد 20 دقیقه‌ای توی تایم مثلا ساعت 12 تا 1 براشون مناسبه که انرژی بدنشون رو تأمین بکنن. روزه گرفتن براشون خیلی خوبه، به خاطر پرخوری هایی که زیادی دارن خوبه که یک تایمی رو در حالا سال چندین بار روزه بگیرن. مصرف سرکه و آب لیموی تازه برای افراد دموی مناسبه. مصرف شربت سرکنگبین، آب انار، آب زرشک، شربت آب لیمو، شربت آب قوره از مواردی که میتونه برای این افراد مناسب باشه. حالا باز مواردی که میتونن استفاده بکنن، سبزی و میوه های تازه شامل کاهو، خیار، سیب، انار، نارنگی، پرتقال، گلابی و سالاد قبل از غذا هستش. ترشی های طبیعی هم که گفتیم مثل زرشک، لیمو ترش، نارنج، آب نارنج و قوره، آلو بخارا، آلبالو و تمر هندی براشون مناسبه. از بذرهای ملین مثل اسفرزه، بارهنگ و خاکشیر خوبه که در زمان ناشتا استفاده بکنن. از عناب، کاسنی، گل سرخ میتونن استفاده بکنن. همچنین خوبه که روغن مصرفیشون زیتون باشه. از نان جو استفاده بکنن، سوپ جو مصرف بکنن. کدوی خورشتی و استفاده از غذاهایی که فیبر بالایی داره برای افراد دموی بسیار مناسبه. برسیم به بیماری‌های غلبه مزاج بلغم. توی احادیث مطرح شده که اصل و ریشه هر بیماری سردی. میتونیم حالا بگیم بیشتر بیماری‌ها، درسته راجع به صفراوی‌ها و دموی‌ها صحبت کردیم، اما بیشتر بیماری‌ها ناشی از سردی زیاد بدنه. بلغم میتونه مغز، ریه، مفاصل و استخوان‌ها، دستگاه گوارش، دستگاه تناسلی رو درگیر کنه و ایجاد بیماری بکنه. با افزایش بلغم در هر یک از اندام‌ها بیماری‌های مختلفی پدید میاد که راجبشون صحبت می‌کنیم. اگه در مغز اتفاق بیفته، بیماری‌های مثل آلزایمر و پارکینسون، بلاهت و حماقت و اکثر بیماری‌های تشنجی و اقسام رعشه و لغوه، ضعف حافظه و فراموشی، افسردگی و سکته‌های مغزی دیده میشه. اگه توی ریه اتفاق بیفته، منشأ بروز آسم، برونشیت، سرماخوردگی‌های مکرر و سینوزیت میشه. در استخوان و مفصل اتفاق بیفته، روماتیسم مفصلی، آرتروز، نقرس اتفاق میفته. در گوارش باعث نفخ معده و رفلاکس میشه. در دستگاه تناسلی خانم‌ها، عفونت‌های مکرر، کیست تخمدان، خونریزی شدید دوران پریودی دیده میشه. افراد بلغمی مستعد انواع سرطان هستند و انواع آنمی حالا به صورت رنگ پریدگی و ضعف و بیحالی و سردی اندام و نبض ضعیف در اونها دیده میشه. هر عمل جراحی یا بیهوشی باعث افزایش غلبه بلغم تو بدن میشه. مخصوصا برای خانم‌ها عمل سزارین باعث زودتر پیر شدن اونها میشه. حالا بیماری هایی که معمولا با غلبه مزاج بلغم اتفاق میفته چی هست؟ اینا رو با هم بررسی بکنیم. فشار خون از نوع سرد براشون اتفاق میفته. سردرد از پشت سر و گردن شروع میشه و با بوی سرکه، با بوی ترشی ها ممکنه که بدتر بشه. نبضشون کند میشه، بی‌حوصله میشن، عرق سرد میکنن توی سر، کف پا. درد مفاصل براشون به وجود میاد. درد در تمام بدن و استخوان و ماهیچه ها اتفاق میفته به خاطر افزایش بلغم. تنگی نفس پیدا میکنن، مستعد افسردگی و غمزدگی میشن، ناامیدن کلا.
خواب زیاد و بدون بازده دارن، فراموشی مقطعی ممکنه بگیرن، سفیدی زودرس مو براشون اتفاق میفته، تصویرگری های منفی دارن و کلا منفی بافت میشن، میخچه در دست و پا براشون اتفاق میفته. برس و پیسی باز از بیماری هاییه که با غلبه بلغم اتفاق میفته. ممکنه دچار آلوپسی بشن، ریزش موی سکه‌ای و سستی گوشت و چسبندگی آب دهان، ناراحتی گوارشی مثل حالا گفتیم رفلاکس، آروق، قارقور شکم، ترش شدن معده. رسوب بلغم در مغز باعث بیماری MS و موجب کندی در حرکت اعضای بدن میشه. روماتیسم رو در اندامهای میانی و ستون فقرات براشون به وجود میاره. ناباروری در تخمدان‌ها اتفاق میفته، ادرارشون زیاد میشه، ترشحات رحمی سرد میشه و رقیق میشه. شب ادراری رو در خردسالان ما میبینیم، کندفهمی براشون اتفاق میفته، غم زیاد و موارد مختلف دیگه‌ای که از غلبه بلغم متاسفانه به وجود میاد. حالا برای که بتونیم اینو کنترل بکنیم موارد رو خدمتتون ارائه میکنم. درمان غلبه بلغم به چه شکله؟ جهت درمان غلبه بلغم بایستی علاوه بر مصرف مواد غذایی گرم، پرهیز از مواد غذایی طبع سرد هم داشته باشیم و از داروهای ضد بلغم استفاده بشه که مواردش رو خدمتتون عنوان میکنم. عسل برای افراد بلغمی به خصوص اگه مبتلا به کمخونی هم باشن بسیار موثره. بهتره که عسل طبیعی و به صورت شربت باشه و روزی 2-3 لیوان استفاده بشه. منظور از شربت یعنی که حالا 1 قاشق تا 3 قاشق عسل رو با 1 لیوان آب ولرم ترکیب بکنید و به این شکل مصرف بکنید. از ضد بلغم های دیگه میتونیم به زیره سیاه اشاره بکنیم. تأثیر قاطع زیره سیاه در درمان بلغم ثابت شده به تجربه و اونو میتونیم پودر بکنیم و توی خوراکی‌ها و برنج ازش استفاده بکنیم. از موارد دیگه میتونیم به کندور خوراکی اشاره بکنیم. توی روایات اسلامی مصرف کندور جهت افزایش هوش و حافظه توصیه شده. افراد دارای بلغم بهتره که روزانه 3 مرتبه و هر بار به اندازه 1 نخود از کندور خوراکی به صورت جویدنی به مدت 15 تا 20 دقیقه استفاده بکنن و حالا بزاقی که براشون توی دهان اتفاق میفته اون بزاق رو قورت بدن. در صورتی که فردی تحمل تلخی کندور رو نداره توصیه میشه که اونو پودر بکنه و با عسل مخلوطش بکنه و بعد استفاده بکنه. یکی از اثرات درمانی خوب کندور اینه که شبه‌داری در کودکان و احتلام زیاد رو برطرف میکنه. زیتون چی؟ زیتون هم یکی از بهترین مواد غذایی هستش که برای بلغمی ها خیلی خوب استفاده بشه. یکی از جایگزین‌های مناسب برای سالاد یا حالا ترشیجات در کنار غذاست و خوبی که از روغنش هم جهت مفاصل، ماساژ دادن مفاصل استفاده بشه که تا درد رو کاهش بده. اسفند هم همینطور. اسفند هم از داروهای ضد بلغمه که به خصوص روی بیماری‌های مغز و اعصاب و ریه بسیار مؤثره. در مصرف خوراکی اسفند نباید اون کوبیده بشه یا حالا بجوشونیدش، فقط بعد دونه به صورت کامل قورت داده بشه. در صورتی که جویده بشه یا حالا جوشونده بشه ممکنه از خودش سم تولید بکنه. پس بهتر 1 قاشق چایخوری اسفند رو همراه با کمی آب فقط قورت بدید. بهتر زمان مصرفش هم شبها باشه. دارچین هم با جزء موارد مناسب و ضد بلغمه که دم کرده چوب دارچین برای درمان خیلی از مشکلات استفاده میشه. حالا نمونه ای از رژیم غذایی مناسب برای افراد بلغمی شامل یه سری مواد غذایی میشه که من خدمتتون اعلام میکنم. گوشت شتر، سار، گنجش و مرغ محلی، هل، دارچین، زیره، زنجبیل، زنیان، کندور خوراکی، بادیان یا حالا انیسون، زعفران، فلفل سیاه و قرمز، آویشن، رازیانه، دانه خردل، گل گاوزبان، بابونه، استخوان، خاک شیر، بادام، گردو، پسته، فندق، کنجد، ارده، عسل، انواع کلم، گندم، نخود، نخودآب، کرفس، نعنا، ریحان، سیر، هویج، موسیر، چغندر، ترب سیاه و سفید، تمام سبزی‌های گرم حالا مثل جعفری، مرزه، ترخون، تره، شوید، شنبلیله. از میوه ها هم میتونیم به گلابی، به، سیب، طالبی، نارگیل و انگور اشاره بکنیم. همگی اینها برای درمان بلغم بسیار مناسبه.
افرادی که مزاجشون سرده خوبی که از همه این موارد لیستی تهیه بکنن، به فراخور زمان و حالا دسترس بودن موارد از هر کدوم استفاده بکنن در کنار غذاهاشون و جز برنامه روزمرهشون قرار بدن. خب راجع به مزاج سودا هم صحبت بکنیم. یه سری عوامل هستن که سودا رو در بدن افزایش میدن، خوبه که با اونها آشنا بشیم. من مواردش خدمتتون عرض میکنم. تحمل‌های اجباری، هرس خوردن، در معرض نور و گرمای شدید قرار گرفتن به صورت مستمر مثل تنور نونوایی، استمرار زیاد در نگاه کردن به تلویزیون و حالا کامپیوتر، به کارگیری بیش از اندازه تلفن همراه و استفاده زیاد از تلفن، مخصوصا شبها بالای سر قرار دادن تلفن همراه، زیاد نشستن در یک محل و عدم تحرک، خوردن زیاد غذاهای طبع سرد و خشک، محل زندگی اگر سرد و خشک باشه هم باز میتونه سودا رو افزایش بده، غم و غصه زیاد و فکر و خیال کردن زیاد به مشکلات و مسائل مختلف، بی‌تحرکی جسمی و فکری، پوشیدن زیاد لباسهای مشکی تیره، ایستاده غذا خوردن و با آرامش غذا رو استفاده نکردن هم میتونه تأثیر بذاره، دائم توی سفرهای طولانی باشن، مشکوک بودن و احساس سوء ظن زیاد به هر مسئله‌ای، خواب صبح و غروب. بهتره که حالا چیزی که توصیه شده اینی که ما حدود ساعت 5 و 6 صبح دیگه از خواب بیدار بشیم. حالا اصطلاحاً در قبل از اذان صبح بیدار شدیم، اما حالا هرچی که از اون تایم بگذره میتونه سودا رو در بدن افزایش بده. آلودگی‌های صوتی زیاد رو در معرضش قرار گرفتن، خواب زیاد، مصرف الکل، در معرض موج انفجار قرار گرفتن، مصرف مواد مخدر مثل تریاک، هروئین و موارد مختلف دیگه، مصرف زیاد شکلات، همگی اینها میتونه سودا رو در بدن افزایش بده و مسائل مختلفی رو به وجود بیاره. حالا اگر یک فردی در بدنش مزاج سودا غلبه بکنه، ممکنه که دچار چه مشکلات و بیماری هایی بشه. مواردش خدمتتون عرض بکنم. پوست خشک و پژمرده و چروکیده، موی خشن و ضخیم، بروز لکه‌های تیره در پوست، حلقه سیاه دور چشم، چیزی که خیلی از خانم‌ها شکایت دارن، گودی زیر چشم، خشک شدن ناخن‌ها، ضعیف شدن چشم و ایجاد پیرچشمی، حساس شدن گوش‌ها، وزوز گوش و حالا ممکنه صداهای مختلفی توی گوش شنیده بشه، تیز شدن شامه، به هر بوی حساس میشن، خونشون سیاه و غلیظ میشه، اشتهای کاذب پیدا میکنن و بیشتر ریزه‌خواری پیدا میکنن، ادرار بدرنگ پیدا میکنن، خانم ها توی پریودشون دچار تأخیر میشن و دفع خون رو به صورت لخته لخته و تیره رنگ دارن، کمخوابی براشون به وجود میاد، ممکن دچار تنگی کانال نخاعی بشن، واریس براشون اتفاق بیفته، بواسیر و ترافیک ذهنی و عدم تمرکز، یعنی ذهنشون دائم به همه چیز فکر میکنه و مشغوله و تمرکز کافی رو ندارن، دچار وسوسه و خیالات زیاد میشن، خستگی زودرس و افسردگی های شدید براشون به وجود میاد، به شدت دچار وسواس میشن، سوء ظن زیاد و مشکوک شدن بیش از حد به هر چیزی و هر کسی و نسبت به هر چیزی سعی میکنه یک موضع دفاعی بگیرن، لجبازی میکنن، شاید ظاهرشون آروم باشه اما تو وجودشون یک قوقایی به پا میشه، بیماری های اعصاب و روان، انواع سرطان و تومور از جمله مواردی که برای افراد سودایی مزاج در صورت غلبه سودا ممکنه به وجود بیاد. حالا میخوایم توضیح بدیم که اگر این اتفاق افتاد چطوری درمان بکنیم. نکاتی رو خدمتون عرض میکنم. درمان غلبه سودا به این شکله که چون سودا سرد و خشکه، افراد سوداوی باید از غذاهای سرد و خشک پرهیز بکنن و در عوض از غذاهای گرم و تر مثل عسل استفاده بکنن. غذاهایی که سرد و خشکه مثل برنج بدن رو دچار افت رطوبت میکنه و خشکی به بدن اضافه میشه. مهمترین عامل یبوست هم به خاطر کمبود رطوبت در بدن، از خشکی زیاد روده ها به وجود میاد. پس خوبه که مصرف برنج رو به حداقل برسونه این افراد. در میان فصل پاییز، فصل سودایی گفتیم هستش و بهترین فصل برای حجامت افراد سوداوی همین فصل پاییزه.
از بین نونها نون سنگک برای این افراد به خاطر وجود سبوس مناسب تره و خوبه که از نونهای دیگه کمتر استفاده کنن و بیشتر از نون سنگک استفاده بکنن. همطور که قبلا گفتیم سودا به معنی سیاهیه و افراد سودایی باید از مواردی مثل بادمجان و عدس و چای و مصرف زیادش مخصوصا چای پررنگ پرهیز بکنن. نکاتی که میخوام باز خدمتتون عرض بکنم، تیر کشیدن سردرد سوداوی و حساسیت به صدا از افزایش سوداست که با حجامت و مصرف سرکنگبین به عنوان رقیق کننده خون میشه اونو درمان کردش. یخ هم جز مواردی است که سودا رو افزایش میده و همه مزاج‌ها، هر گروهی از مزاجی باید از اون استفاده از اون پرهیز بکنن و بهتره که آب رو حالا با دمای معمولی و حالا اگر میخواید خنک باشه در یخچال باشه و از یخ استفاده نکنیم. از غذاهایی که برای افراد سوداوی مناسبه میتونیم به گوشت بره، شتر، کبوتر، گنجشک، سار و مرغ محلی اشاره بکنیم. همچنین عسل، انجیر، خرما، کشمش، دارچین، زیره، زعفران و سیاهدانه جز مواردی است که برای سودایی ها بسیار مناسبه. گلابی، سیب، هویج، انواع سبزی های گرم مثل نعنا، ریحان، تره، مرزه، جعفری، ساقه کرفس، چغندر و شلغم و ترو برای اینها مناسبه. همچنین مصرف شربت سرکنگبین، گندم، نان سنگک و آش جو جز مواردی است که خوب سودایی ها استفاده بکنن جهت تعدیل مزاجشون. خب دوستان، این هم آخرین جلسه آموزش مزاجشناسی ما. امیدوارم که نکاتی که خدمتون مطرح کردیم براتون مفید واقع بشه. همه رو سعی بکنید دوباره ببینید. خب الان آخر شهریور ماه هستیم که این کلیپ داره منتشر میشه. افرادی که در ماه‌های بعد از صفحه ما میخوان استفاده کنن میتونن از اول مهر ماه مجدد اشتراک تهیه بکنن، اشتراکشون رو شارژ بکنن و از ویدیوهایی که ما مجدد توی پیجمون میذاریم در خصوص تغذیه‌های سالم، دمنوش‌های گیاهی، یه سری ترکیبات گیاهی که دارم آموزش میدم و درمان بیماری‌هایی که میخوام بذارم استفاده بکنن و مجدد بتونن این کلیپ‌ها رو در مورد بحث حالا مزاجشناسی که صحبت کردیم ببینید و استفاده بکنید. با تکرارش این روند دستتون میاد که چه بیماری ها و مشکلاتی از چه قلب مزاجیه و همینطور این نکات تغذیه‌ای که بهتون گفتیم کمک میکنه که بهتر و سریعتر اون رو درمان بکنید، پرهیزات رو بشناسید و تغذیه متناسب با مزاجتون داشته باشید. این به شما کمک میکنه همیشه در سلامت باشید. هدف من هم از برگزاری این دوره این بود که شما رو با طب سنتی و بحث مزاجشناسی آشنا بکنم. طبیعتاً برای استفاده از این علم باید زمانهای خیلی بیشتری بذارید. میتونید کتابهای زیادی رو مطالعه بکنید، دوره‌های مختلفی رو پشت سر بذارید تا در اون به صورت حرفه‌ای بشید. اما همین که یک گوشه‌ای از این دریای بیکران علم طب سنتی رو باهاش آشنا شدید به نظر من خیلی خوبه و شروع خوبی میتونه برای شما باشه تا زندگیتون رو با سبک طب سنتی پیش ببرید و برای خودتون، خانواده‌تون سلامتی رو فراهم بکنید. امیدوارم که راضی بوده باشید. کمبودها و نقص‌هایی که وجود داشت توی برگزاری این دوره رو به من ببخشید. قطعاً که اون چیزی که شما شاید توی انتظارتون بوده من نتونستم برگزار بکنم و ایجاد بکنم، ولی تمام تلاشم کردم که هم مفاهیم رو خیلی ساده، مختصر و مفید خدمتتون ارائه بکنم. به هر حال توی ضبط کردن صدا و حالا برگزاری جلسه به صورت لایو مشکلات زیادی وجود داره، توپق زیاد زده میشه و توی ارائه مطالب ممکنه من یه سری جاها مشکلاتی داشتم، باز هم به من ببخشید و در نهایت ممنون از همه شما که همراهی کردید، حمایت کردید. قطعاً که شما فوق‌العاده هستید. با حمایت شما بود که این دوره برگزار شد و خیلی خیلی خوشحالم از این بابت. هر سوالی، پرسشی بود حتما بپرسید، چه توی دایرکت اینستاگرام چه توی قسمت کامنت ها. سعی میکنم که کسی رو بی پاسخ نذارم و من منتظر حمایت های بعدی شما هستم. قطعاً که روز به روز این صفحه با وجود شما بهتر و پربارتر میشه و میبینم این روزی رو که
تا چند وقت دیگه شاید صدها مطلب آموزشی بسیار عالی برای شما تدارک ببینیم و گذاشته باشیم و بتونید از اون استفاده بکنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، فقط خواستم که تشکر بکنم از محبت‌های شما و انشالله که همیشه سلامت و موفق باشید. وقت همگی بخیر، خدا نگهدارتون. یا علی. اگر سرت درد میکنه و سردرد اذیتت میکنه تو این دوران، به سرت اسانس نعنا بمال. قسمت ملاج سرت رو میتونی با اسانس نعنا چرب بکنی، این کار کمک میکنه مشکل سردردت برطرف بشه. اما اگر آبریزش بینی داری، میتونی از روغن کنجد یا روغن سیاه‌تونه استفاده کنی. پیشونی تو کاملا با روغن سیاه‌تونه یا کنجد ماساژ بده، آبریزش بینیت هم قطع میشه.